با سلام مجدد خدمت همه دوستانی که آموزش‌هایی که توسط گروه آموزشی وب‌هیرات در زمینه‌های مختلف داده میشه رو دنبال میکنم. در این بخش به معرفی منوهای نرم افزار تستیر 4 که در اون دستاییم قالب جمله رو تولید بکنیم و خروجیش رو بگیریم برای نصب در جمله ادامه میدیم. نرم افزار آرتیستی رو اجرا میکنیم به منوهای کلیدی نرم افزاری که شاید برای کاربران کمی ناآشنا باشه سری میزنم و توضیحاتی رو خدمت دوستان ارائه میدم. در قسمت راست شما فوتر رو میبینید که در اینجا وقتی کلیک بکنید ابزارهایی برای ویرایش فوتر سایت رو پایین داشت، یعنی پایین سایت این قسمت هایی که من تایپ کردم مربوط میشه به فوتر سایت که اقسام امکاناتی چون افکت گذاریش و استایل بندی تکستش که راستین باشه چپچین باشه رو به شما میده. قسمت کنترلش به شما این امکان رو میده که یک RSS ایجاد بکنید، یعنی اضافه کنید به قالب. البته اینها یعنی RSS و غیره موقعی که ما خروجی جمله میگیریم نمایش داده نخواهند شد، چرا که به صورت در واقع موقعیت بندی شده، پوزیشن بندی شده فقط ما خروجی رو میبینیم و این محتوایی که الان داریم رو به ما نخواهد داد. این محتوا برای کسایی در واقع به درد میخوره و خروجیش رو میتونن بگیرن که بخوان سایت رو، یعنی قالب سایت رو به صورت ساده استفاده بکنن که افزار در واقع آرتیستیر 4 این امکان رو به کاربران داده که بتونن قالب معمولی هم در واقع دریافت بکنن و استفاده کنن با محتوایی که خودشون نوشتن. پس این قسمت رو هم صرف نظر میکنیم. میایم به قسمت بلاکس. این قسمت میتونه در قالب جمله تاثیرگذار باشه، چرا که سمت راست رو که ببینید تماس با ما این وقتی ایجاد بشه، بلاکسی ایجاد بشه، این قسمت تغییر پیدا خواهد کرد. برای مثال من میتونم با همین گزینه ساجست بلاکس این رو تغییر بدم به یه مدل دیگه یا یه مدل دیگه. لازم میکنید شکل این قسمت تغییر پیدا. پس نتیجه میگیریم که ما اگر روی هر قسمت از این قسمت ها هم بریم میانبری برای تغییر شکل دادن داریم با نام ساجست که میتونیم اون رو کلیک بکنیم و شکل مختلف رو ببینیم. در این حال منوها هم به کمک ما میان. منوی هیدر برای ایجاد اسلاید که همون اسلاید شو به درد میخوره بیشتر. بعد منو هم که مشخصه، منوی اصلی که به جمله هم نمایش داده میشه اینجا هست که انشاءالله در جلسات بعدی قسمت به قسمت اینها رو دنبال خواهیم کرد.